لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحين وأرواح العالمين له الفداء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلواتی بلند. انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراهم خاصه حضرت مهدی علیه السلام بهره‌مند باشید. بلندتر صلوات بفرستید. موضوعاتی که قرآن مجید در موارد عدیده‌ای یادش کرده و تذکر و توجهی بهش داده و یادآوری کرده به ما این موضوعها و انصافاً موضوع بسیار مهمیه، توجه بهش خیلی لازمه. موضوع امتحانیه که خدا بناست در این طول زندگی در موارد عدیده‌ای از ما بکند، نه برای اینکه خودش مطلب دستش بیاد و قصه دستش بیاد که ما چی هستیم و چه کاراییم، برای که کار رو به خودمون روشن کنه، بگه ببین چی هستی و چی بودی و چه کردی. و این انحصاری هم نداره، یعنی به ما تمام افراد بشر، خوب و بد، زشت و زیبا، پیر و جوان، زن و مرد، پولدار و بی پول، با قدرت و بی قدرت، هر کسی در مسیر خودش باید امتحان بده. من یه جور شما یه جور. البته امتحانات فرق میکنه نسبت به استعداد افراد، نسبت به ظرفیت ها فرق میکنه. امتحانی که خدا از پیغمبر اکرم میکنه که از من و شما نمیکنه.
امتحانی که از آدم ابوالبشر میکند که او امتحان از ما نمیکند، امتحانی که از امام حسین میکند او انتظاری که از او آقا داره که از من نداره. فرق کن. ولی اصل مطلب هستا حالا شدت و ضعف. و یکی از دعاهایی که اصلا مستجاب شدنی نیست و نباید اصلا دعاشو کرد اینه که خدای ما رو امتحان نکن. اصلا برای امتحان و آزمایش آوردن اینجا امتحانم نکن یعنی چه؟ بگو خدایا یه نیروی معنوی و باطنی و دینی و روحانی به من بده که وقتی در مقابل حوادث میرسب و نشیب و فرازها که میخوام امتحان بشم و آزمایش بشم بتونم خودم رو حفظ کنم و خودم رو نگه بدارم و بعد جلوه نکنم و بعد از کار در نیام. الا امتحان نکن درست نی، امتحان باید بشه. خواهران میشه لطف کنید هیچی نگید دیگه، بدید ما منبرمون رو بریم شب عیدیه ها، خدا یاریتون کنه. هی بین حرف نگیم خواهرها ساکت باشید یواش باشید هیچی نگید. از اول میگیم دیگه. ما که خیلی وقت شاد بیال 28 9 سال باشه منبر میریم، 7 سال اون بوده گذاشتن بالا منبر، بیشتر حالا 30 ساله منبر میره یه کافی و اینا. ما که تا حالا نتونستیم این زنا رو پا منبر ساکت کنیم، مگه خدا ساکتشون کنن شما ها؟ چه کنیم دیگه؟ صلوات بلند بفرستید در محمد اللهم صل علی محمد. شما هم مثل که دل پری دارین از این زنا، شما هم همچین. آره یه چیزی تو میشه خلاصه منتظرید که من یه چیزی بگم و فوری آمین بگید و منحصر به شما هم نیستم دیگه، همه جا همینجوره. شب عید دیگه، شب عید اضحاست و از اعیاد بزرگ اسلامی، شب عزامون با شب عید دیگه باید فرق داشته باشه دیگه، حسابی داره. بله گفتن یه وقتی یه آقای رفته بود بالا منبر، من دیگه شوخی هر جای منبر یادم اومد حرومش نمیکنم دیگه، حالا اول و وسط و آخر برام یکیه دیگه. حالا بله گفتن یه وقتی یه آقای رفته بود بالا منبر، گفته بود هر مردی از دست زنش کتک خورده دستشو بلند کنه. یه وقتا همه دستاشونو بلند کردن، نگاه کردن وسط مجلس یه پیرمردی نشسته ای دستش پایینه. گفتن تو چرا دستو بلند نکردی؟ گفت زنم دستمو شکسته نمیتونم بلند کنم. صلوات بلند بفرستید های رکشن. خدایا شب عید اضحاست و شب عید قربان، با آبروی امام حسین امشب هممونو خوشحال کن. بله وقتی از انبیا و پیغمبران و رجال الهی و دینی و آسمانی نگذرند از نظر عبادت، از من شما میگم خوشا به حال او آدمی که قافیه رو نبازه، خوشا به حال اون آدمی که بد امتحان نده، خوشا به حال اون آدمی که با زبون خودمون تو زرد در نیاد، خوشا به حال اون آدمی که عاقبتش ختم به خیر بشه، خوشا به حال اون آدمی که آخر کار بد نمیره. نه به حالای من حساب است و نه به حالای شما. کی بلده ای بخاری رو درست کنه؟ ای سیم برقش رو قطع در میان سلسله جلیله انبیاء اعظام یکی از پیغمبرانی که انصافاً امتحان درست داد ابراهیم خلیله. پریز این برقم مثل من شله چشه این یعنی چی میشه؟ حالا امشب اینجوریه دیگه، شب عیده. صلوات بلند بفرستید آنجا. پیغمبران نطفه‌اش وقتی منعقد میشه پیغمبره. این کلاس نبود ببینه، استاد نبود ببینه، معلم نبود ببینه، درس نبود بخونه تا کسی بشه. امام هم همینجور. یکی از این بی‌انصافا تو یکی از نوشته‌هاش نوشته بود که پیغمبر اکرم
برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام از ثروت خدیجه و پول خدیجه یک معلم گرفت برای علی که علی رو درس بگه، اونم اون معلم یهودی بود. از ثروت خدیجه پیغمبر یک معلم یهودی نوشته گرفت برای علی. وقت میگن آقای کافی اینو بخون و هیچی نگو، چی نگو؟ کافیا بخونید و هیچی نگید. برای علی پیغمبر معلم گرفت یهودی، گفت درسش بده. بله. یا میگد 124,000 پیغمبر از طرف خدا اومدن، ما هم حرفی نداریم. اما معناش این نیست که دیگه بعد از این 124,000 پیغمبر ما پیغمبر نداریم. اون که خدا فرستاد 124,000 پیغمبره، این 124,000 تا رو فرستیدن که مزاج بشر را آماده کنن که از حالا به بعد خودش میتونه پیغمبر برا خودش بتراشه. میگن اینم بخون و هیچی نگو. چی نگن؟ لا اله الا الله. پیغمبر اکرم میگه، پیغمبر میگه یکی از افتخارات من اینه این چند نفر بابا و جدی که من دارم تا آدم ابوالبشر یک نفر اینا بود پرست نبوده، همه موحد و خدا و پرست. این از افتخارات منه. خب و این بابا برداشته تو اون کاغذ پارش نوشته محمد در دامن بت و بت پرستی پرورش یافت. اینم میگن بخون و هیچی نگو. آخه آقا جون تو که وارد نیستی بابا جون، چی دارن مینویسن؟ تو که نمیدونی چی دارن میگن عزیزم. بریم اقلن پیش 4 تا خبراهای دینی و مذهبی، از اینا بپرسیم چه کتابی بخونیم، چه نوشته ای رو بخونیم، چه کاغذی رو بخونیم، چه نامه ای رو بخونیم، چی رو بزنیم سینه دیوار. ابراهیم خلیل الرحمن یه عمو داشت اسمش آذر بود. این عموش نجار بود، مجسمه ساز بود، مجسمه چوبی درست میکرد، بت ساز بود. یه روز یکی از این بت‌هایی که ساخته بود، آخه مجسمه میساختن اینو سجدهش میکردن، اینو خدا میدونستن. بله یه روزی که از این مجسمه ها ساخت، چوبی داد به ابراهیم، گفت عمو جان اینو ببر تو بازار بفروش بیار. ابراهیم هم که حالا بلو بچه است، خردساله ولی پیغمبره. آقا یک ریسمون برداشت انداخت به گردن این بت و این خدا، اینو میکشید تو کوچه و بازار. میگفت هر کی میخواد یه خدایی از من بخره که چشماش نمیبینه، گوشش نمیشنوه، زبون نداره، چیزی نمیخوره، چیزی نمیتونه بخورونه، بیاد از من بخره. اینو خوب تو خاک و خلا میکشید و کثیفش میکرد و مسخره میکرد و شب میومد خونه میگفت عمو جان این خدا رو نخریده. باز فردا یک خدای دیگه بهش میداد. باز او خداشون هم میبرد کثیف میکرد میآورد میگفت عمو جان اینم نخریدم، خدای سومی رو بهش میداد. یک وقت ابراهیم خلیل الرحمن چون تکرار کرد این عمل رو، عموش آذر فهمید که این مثلی که بده با این خداها و آلهه و اصنام، دیگه خدا دست این نداد بره بفروشه. یک نصیحت سربسته و دربسته میخوام بکنم، هم به خودم هم به شماها. دیگه هر کی زرنگ بود حرفمو گرفت. خیلی هیچیگی نمیتونم بکنم این حرفو. اون چیه؟ آی جوونا، آی پدرا، آی پیرمردا، آی کافی، آی مستمع، به همه میگم، به خود من میگم، در دنیا یه جوری زندگی بکن که دشمنان اسلام و قرآن و دین و اهل بیت به طمع نکنن. همین اندازه خوشحال بشن که تو کارشون نداشته باشی، دیگه انتظار کار ازت نداشته باشن. یک جوری زندگی بکنی که کارش که نداشته باشه او خوشحال باشه، بگه خدا پدر کافی بیامرده که کارمون نداره، راه خودشو داره میره. یه جوری دم و شل ندی که سواری ازت بخانا. یه وقت ببینی 4 عمرت تموم شد، خونه داری، زندگی داری، اما دین نداری. ابراهیم خلیل الرحمن یه وقت یه گذاشتنش کنار، گفتن نه بابا این به درد خداهای ما نمیخورد و این دیگه اعتقاد نداره و مرید نیست و اینا، و گذاشتنش کنار. یه روز عیدی رفته بودن در عیدگاه، وقتی اینا هر کدوم یه بت میخریدن. بت ها مختلف بود، یکی کم پول بود مجسمه و بت و خدای چوبی میخرید، یکی کم پولتر بود یه مجسمه گلی میخرید، دیگری که پولش بیشتر بود یه مجسمه سنگی میخرید.
دیگری پولدارتر بود، یه مجسمه طلایی میخرید. وقت اینا رو می آوردن توی یه سالون یا آویزون میکردن، اسم این سالون بتخانه بود و اینم نام بت. اینا رفته بودن ایدگاه و وقتی از ایدگاه برگشتن اومدن تو بتخونه، توی سالونه نگاه کردن، دیدن تمام بت‌ها شکسته ریخته رو زمین، یک تبرم رو شانه بت بزرگ او بالا. گفتن ها معلوم میشه این بت بزرگه غضب کرده، اوقاتش تلخ شده، تبر برداشته زده تمام بت‌ها رو شکنده ریخته رو زمین، آخرش هم تبر جوریشه رو چونش. یک عده دیگه گفتن بابا بت بزرگ که نمیتونه از جاش پاش تبر برداره بزنه تو سر و مغز اینا. گفتن پس چی هم چی کرده؟ گفتن این کار ابراهیم پسر برادر آذره، او فقط دهنکجی گاهی به ای آلهه و اصنام و بت‌ها میکنه. رقیب فقط اون رفتن آورد. نمرود هم اومد. نمرود بهش گفت ابراهیم چرا این بت‌ها رو شکندی ریختی پایین؟ قرآن میگد ابراهیم فرمود بل فعله کبیرهم. گفت شاید این خدا بزرگشون اینا رو شکنده ریخته پایین. خب ابراهیم که دروغ نباید بگه، این دروغ نی، به قول ما طلبه های استفهام اقراریه. خب گفت چیکار کرده؟ گفت شاید این بت بزرگه. گفت بت بزرگ که نمیتونه تبر برداره اینا رو بشکنه. گفت این بت بزرگتون اینقدر ارزه نداره تبر برداره تو سر اینا بزنه. گفت نه. گفت پس چطوری قابل ستایش و پرستشه؟ اینقدر بی ارزه، اینقدر کار دیده می. نمرود بتپرستا رو احضار کرد. گفت هر کس علاقه به این بت‌ها و بتخانه دارد با من باید همکاری کند. من میخوام این ابراهیم رو تو دنیا از بین ببرم، هم دشمن خدایانمون از بین رفته باشه، هم دیگرها زهر چشم ازشون گرفته بشه، دیگه دهنکجی به آلهه و اصنام و بت‌ها و بتخانه کسی نکنه. گفتن ما حاضریم. خب چیکارش کنیم؟ مصلحت بکنیم، مشورت بکنیم، سرش رو ببریم؟ نه. قطعش کنیم؟ نه. او یه جوری باید ابراهیم رو از بین ببریم که اصلا خیلی زجر بکشد و بمیره. گفتن چیه؟ گفت آتشش میزنیم. بنا شد آتش. گفت هر کس علاقه دارد به سوزوندن ابراهیم باید هیزم بیاره. خب بابا 10 خروار هیزم میگرفتی، آتش میکردی، ابراهیم رو مینداختی توش میسوخت، چرا همه هیزم بیارن؟ این یه نقشه سیاسی است که هر روزی با یه رنگی جلوه‌گری میکنه تو دنیا و این نقشه پیاده میشه. بگم چشم. میدونید چرا به مردم گفتن همه هیزم بیارید؟ برای که الان که اینا دیدن بتاشون رو شکندند و رو زمین ریختن، همه احساساتشون تحریک شده و میگن باید ابراهیم سوخته بشه. اما اگه 10 خروار هیزم خود نمرود میگرفت، ابراهیم آتش میزد، تا میدیدن ابراهیم تو آتش داره میسوزه، عواطفشون تحریک میشد. میگفتن نمرود حالا این خداها رو اینجوری کرد، اما تو بی خودی بنده خدا رو اینجوری سوزوندیش. بعد همه نق بهش میزدن. برای که کسی نق بهش نزنه گفت همه هیزم بیارید، دست همه رو تو حنا گذاشت که کسی نتونه به خودش چیزی بگه. تا یکی بیاد بگه چرا همچی کردی، بگه خودتم هیزم بده. گاهی برای که در دهنا را ببندن کسی نتونه حقی بگه، دستا را تو حنا میگذارن، همه رو سهیم و شریک میکنن تو کارا. این ریشه داره این مطلب که دارم بود. مدتها وقت گذاشتن هر که مال هر جا هیزم بیاره. ابراهیم میخوام بسوزن. مرحوم سبزواری نوشتن از بلاد و شهرهایی که تو دنیا خیلی ریشه داره از نظر تاریخ اصفهان و سپاهانه، و از شهرهایی که هیزم ندادند برای سوزوندن ابراهیم اصفهان بود. بعد از آنی که قصه آتش تمام شد که حال میگم چطور شد، خبر دادن به حضرت ابراهیم که اصفهانی یا هیزم ندادن. حضرت ابراهیم برای مردم این شهر دعا کرد و این شهر گفت خدایا این شهر رو هیچ وقت خالی از خوبان مگذار. این دعای حضرت ابراهیمه برای اصفهان. همیشه هم یک بش علماء بزرگ و رجال و اوتاد و شخصیت های عجیبی شهر داشته که واقعا نمونه.
تو اصفهان آقا آدم خوب خیلیه. من خیلی اصفهان بودم، زیاد، خیلی، تو هر طبقه ایش آدم خوب خیلی. مطلق های خوبی هم میگه اصفهانی ها، استاد مطلق. از باب نمونه یکیشو بگم بعد نیست. یه شبی آدم بود حاضر جواب باشه، من کن بده. تا گفتن الف بگو ب، گفتن ب بگو ت دیگه، فس نکن زود بگو دیگه. اصفهانی ها نقش کشیده دارن، تا یه چیزی بگه همونجا حاضر کرده و ساخته کرده میذاره تو کاسه. هرچی حاضر جواب داد آدم حضر میکنه. یادم نمیره جای همتون خالی بود. یه شب جمعه‌ای بود، بالا سر آقا امیرالمومنین نشسته بودیم، طلبه بودیم، افتخاری لباس داشتیم و طلبگی رو. چه دوران خوشی بود، چه روحانیتی داره نجف، چه صفایی داره و حوزه کنار قبر علی. خدا نیامرزه اونایی که این حوزه رو اینجور به هم پاشوندن. در زمان مرحوم آیت الله العظمی مرحوم آستابالحسن اصفهانی نقل کردی که از بزرگان گفت 14,000 طلبه داشت نجف. الان طلبه های نجف رسیدن به 130 نفر که در نجف. آخر ماه رمضان طلبه های ایرانی که خب همجور بیرون شد کردن همه رو با اون چند صد هزار نفر اینا. علی حال تو ماه رمضان بودی که از منبری که میرفتم مدرسه مروی بود، ساعت آخر روز یکی از فضلای پاکستانی رو دیدم اونجا. گفت آقای کافی از دیروز تا حالا 1100 نفر از طلبه های پاکستانی و افغانستانی رو بیرون کردن اومدن و حوزه رو اینا داشتن میچرخوندن از نظر جمعیت و درس و بحث و حرفا. ولی کنار قبر علی رو خلوت کردن. خدا با آبروی امام زمان این 2 توده‌ای‌ها و بعثی‌ها رو ریشه کن کنه ان شاء الله. و این اخیراً هم که شنیدید 5 نفر از فضلای نجف را از روحانیین محترم شیعه را اعدام کردن، به دار زدن که 2 نفر از این فضلا از فامیل‌های نزدیک حضرت آیت الله العظمی میلانی بودن که من مشهد که بودم این پیرمرد هیچ سفارش می‌کرد و آقای کافی حرم که میرید خودتون به رفقاتون بگید دعا بکنن برای نجات اینا. بله علایه بعدی که اینا رو کشتن، هر چه آیون اینجا تهران حوزه علمیه قم تعطیل شد. چند روز حوزه مشهد رو تعطیل کردن، علما مراجع اون که تلگراف کردن به این مرتکه اعتنا نکرد حسن البصری و هر که تلگراف کردن به حضرت آیت الله العظمی خویی که ایشون وساطت کنن، ایشون هم هر چی تلگراف کردن این مرتکه گوش نکرد. وقتی آیون رو به دار زدن بعد جنازه ها رو تحویل خانواده ها شد. خب عرض میکنم که شب جمعه بود، بالا سر آقا امیرالمومنین نشسته بودیم. من با خودم داشتم یه گوشه دعا کمیل میخوندم. معلوم دیدم یک پیرمرد محاسن قرمزی قد خمیده نشسته. ایشون هم تا دید خب یه طلبه مثلا اینجا برای خودش یه زمزمه‌ای داره شب جمعه دعا کمیل میخونه. ایشون هم چه یه حالی پیدا کرد. بنده خدا پیرمرد اصفهانی، ما دعا کمیل که تموم شدی بنده خدا میوقت چشماشو همیشه پاک کرد، اشکش آقا تقبل الله. گفت دیگه مفاتیح کارش نداری؟ گفتم نگرفت، گذاشت تو این کمد و گنجه بود. بعد گفت آقا شما مال کجایید؟ گفتم من اصلا مال مشهده. گفت اینجا زوارید؟ گفتم نه مجاورم اومدم درس بخونم چند روزی. گفت اسم شما چیه؟ گفتم احمد. گفت فامیل شما چیه؟ گفتم کافی. گفت آقای عاشق احمد کافی خراسانی. گفتم بله. گفت منم آقای اصفهانی. همچه خیلی خونسر. یه وقت این دست برد توی گنجی اینجا یه قرآن برداشت داد دست ما. گفت لطفا یه استخاره بگیر. ما هم ساده استخاره گرفتیم گفتیم آقای جون بده. گفت یکی دیگه هم بگیری. یکی دیگه هم. حاج آقا بده. گفت یکی دیگه هم بگیری. یا الله. حاج آقا بده. گفت یکی دیگه هم بگیری. یا الله. حاج آقا اینم بده. گفت یکی دیگه هم بگیری. گفتم حاج آقا مگه شما چند تا استخاره میخونید؟ گفت شما که بیکاری بگیر تا خوب بیا. آقا توش نه دروغه، نه غیبته، نه تهمته، نه اذیته، نه افتراس، نه فحاشیه. آدمای خوبی هست. گاهی آدم یه چیزی میگه یه کسی آزرده میشه، اذیت میشه. این ایذاء مؤمن از سحرا. این بس مردم آزاریه. پیغمبر میگه المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. اصلا مسلمون اون آدمیه که مردم از زبون و دستش راحت. اونایی که مردم از زبون و دستتون رنج میبرن، پیغمبر شما را به مسلمونی قبول نداره.
یه وقت من خودمو مسلمون میدونم، یه وقت شما، یه وقت پیغمبرم مسلمونی من و شما رو امضا میکند. او چی میگه؟ المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. شهر اصفهان گفتم هیزم ندادن، ابراهیم هم داد. حالا هیزم ها رو ریختن. چقدر؟ 4 میله. در 4 میل. در بعضی جاها دارد 4 فرسخ در 4 فرسخ. حالا همون دست پایینشو میگیریم. 4 میله در 4 میل، هر میلی 2 کیلومتره، یعنی 8 کیلومتر در 8 کیلومتر. 8 تا چقدر میشه؟ 64. 64 کیلومتر زیر هیزم. الله، یک بیابان. خیلی خوب. اطراف هیزم ها رو آتش زدن. اما شعله آتش دست به دست همدیگه داده، لوله شده رفته بالا. امام صادق میگه به 1 میل راه ارتفاع 2000 متر اینجوری بالا، اگر یک کبوتر میومد رد بشود، از شعله پهناور و بلند ای آتش بال و پرش میسوخت میافتاد. همچه آتش نمرود تو دنیا ضرب المثل. خیلی حالا میخوان ابراهیم تو آتش بندازن، نمیتونن جلو بیان. منجنیق درست کردن. نشون کمتره منه، اینو یادشون نمیاد. من خوب یادم میاد بچه بودم یادم میاد. خدا شاهده کسی جرأت نداشت اسم امام حسین رو ببره. یادتون روزه امام حسین خوندن قاچاق، مجلس گرفتن قاچاق، روزه ابی عبدالله قاچاق. یک نفر حق نداشت بگه السلام علیک یا ابا عبدالله. یک روزه میخواستن بخونن 10 نفر رو تو راه می‌داشتن که کسی نیاد، کسی نفهمه. اینا تو زیر زمینی‌ها، تو سردابا السلام علی الحسین میخوندن. الله اکبر. تشکیلات عوض شد. حالا پشت بلنگو داریم میگیم امام حسین. این همه مجلس، این همه چراغ، این همه تشکیلات، این همه روزه. اینجوری نی مردم امام حسین از بین نمیره. قبر امام حسین رو اصلا شوق کنن، زراعت کنن، اصلا جاش پیدا نباشه. ای قربون این شیعه های متعصب رگدار دردار بگم، من خدا شاهد مرتکه متوکل فرمون داد گفت هر کی کربلا میخواد بره با دستشو ببریم. خواست دور و بری‌ها رو کم کنه، ظاهرین سید شهدا رو کم کنه، دستشو میبریم هر کی بره کربلا. خب یه عده دستشون هم داد. نقل کردن یه وقت یه کسی میخواد بره کربلا، گفتن یالا دست راستتو بیار جلو. این دست چپش آورد. گفتن دست راستو بود بیاری جلو. گفت من دست راستمو پارسال دادم. آبرو یعنی اینا. این جگر دشمن رو سوراخ میکنه. میگه منی که حاضر نیستم برای هجرای ناخون چیندم و بدم و دستم و از اینجا برای امام حسین میدم برم زیارتش کنم بیام تا چشم تو در بیاد بدونی حسین چه مریدای قرصی داره. این جگرت پارشه. خیلی یک دعا شب عیدیه میخوام تو خونه خدا بکنم. حال دارید آمین بلند بگید جانم. من از مستمع شلوول و بیحال بدم میاد. حال داشته باشید شب عیدیه یا آمین قشنگ بگید. به حقیقت سید الشهدا قسمت میدم طرفدارای آل محمد و قرآن و دین و تقویت و دشمنان اهل بیت و قرآن رو ریشه‌کن کن. خب خطاب رسید ملائکه میخوان ابراهیم بسوزونن. هنون نسوزوندن تو سرزدا میکنیم. میخوان مگه میتونن. حالا برای که بشناسید ابراهیم ما را خلیل ما را، حالا یکی یکی رو میفرستن پیشش. آی ملکی که مأمور بادی باری کاری داره. آمد گفت خلیل حق ابراهیم اجازه میدی الان یه طوفانی بکنم و بادی بوزم هر ذره آتشای یه گوشه جهان پرت بشه؟ گفت کار دارم اما به تو ندارم. گفت به کی داری؟ گفت به خدا. برو. ملک بارون اومد. اجازه میدی الان بارون به بارونیم همه اینا سیاشه. گفت کار دارم اما به تو ندارم، خدا دارم. برو. مهمترین ملک اومد، امین وحی اومد، جبرائیل اومد. گفت خلیل حق کاری به ما داری؟ من جبرائیلم. گفت امین وحی ملک مقربی خیلی هم کسی هستی اما کار به تو هم ندارم، من خدا دارم و کارم و میدونه چیه. برو. شناختی دلا تو گرفتاری ها دست از همه بکش و بگو خدا. الله. آقا
ابراهیم تو منجنیق و بالا و حالا میره تو قلب آتش. شعله آتش اینجا، آها ابراهیم الان میاد. نمرود هم بالا رو تختش جسه داره نگاه کنه. یک دفعه تا ابراهیم نزدیک آتش رسید، اما خدا از لباس نیفتیده، عالم رو زیر پا گذاشته، خدا رو دست گرفته. خدا پرستم اگه هست ابراهیم. اما تا نزدیک شعله های آتش شد، فرمان ملوکانه حق صادر: یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. آی آتش سرد و سالم شد. یک دفعه نمرود نگاه کردید، این همه آتش، همه گلستان شد. شعله آتش نسیم هوای لطیف شد. درختا، چمنا، گلا، بلبلا، چهچها یک تختی دید و وسط گذاشتن. ابراهیم از این بالا افتید رو تخت و سیگار کنتم کنار لبه شد. کله پدر هرچه نمروده نمیکن. پدر زوده چیا میخواستی آتش بزنی ابراهیم؟ های قربون این خدا بشم. جگر خونک میکنه سر بزنگا. ابراهیم خلیل روی این تخت. آقا یک دفعه بی اختیار صدای نمرود بلند شد: گوی مردم برین سراغ یه خدایی مثل ابراهیم که ارزه داشته باشه آتش گلستان کنه. خطاب رسید: ابراهیم امتحان تو خوشگل دادی. امتحان خیلیه این بیابون و آتش، هر کسی پوست و گوشت و استخون و تنش و دوست داره. آقا آدمه از آتش میسوزه. اینقدر جگر دارد و ایمان و عقیده و ثبات قدم و استقامت تا نزدیک شعله ی آتش رسید، خودشو نباخت، گفت خدا پناه به هیچ که نبود غیر حق. تو گرفتاری ها مردم شناخته میشن که ایمان دارن یا نه. تو گرفتاری برادرا فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال و اذا محسوا بالبلا قل الدیال. راستی خوشگل در اومد، زیبا در اومد از کار. یک امتحان دیگه، امتحان مال. سر پول هم آدم شناختی میشه. چی کاره؟ پول پول پول. هر که از پول بگذرد خندون بود. بعضیا خوندن هر که از پول بگذرد خندون بود. مرد میخواد از پول بگذره. یک بیابان، یک دشت. یه روز ابراهیم خدا گوسفند بهش داد، گله به این بزرگی. خیلی همینجور که داشت تو صحرا میرفت گوسفند چرانی میکرد، گوسفنداشو میچران. یه وقتی تو این صحرا و این دشت یک صدای دلربایی بلنده. یه نفر داره میگه صبوح قدوس رب العالمین و رب الملائکة والروح. یه وقت صدا زد ای کسی که اسم محبوب منو میبری. یه دفعه دیگه اگه بگی خدا من ثلث گوسفند را بهت میده، صدا بلند سبون قدوس رب العالمین و رب الملائکة و الروح. گوی کسی که اسم محبوب منو بردی مرتبه دیگه ببر، دو ثلث گوسفند را بهت میدم. عاشقم لذت میبرم. یکی بگه خدا. های صدا بلند سبون قدوس رب العالمین و رب الملائکة و الروح. یه دفعه دیگه بگو خدایم من تمام گوسفند را بهت میدم. و گفت یه وقت ابراهیم صدا زد ای صاحب صدا بیا گوسفندت رو ببر.
یه وقتی دیگه جوان خوشگل قشنگ زیبای خوش لباسی اومد جلوم گفت ابراهیم من بودم، گفت گوسفند دنبال تو خدا حافظ. یه چند قدمی ابراهیم رفت، یه جوون دنبال گوسفندا. یک جوون صدا زد ابراهیم بیا بیا. اومد کجا میری؟ گفت میرم خونم. گفت بیا گوسفندا تو ببر. گفت من گوسفندا رو بخشیدم به تو. گفت من گوسفند میخوام چه کنم؟ من جبرائیل اومده بودم برای امتحانت ببینم چه میکنی. عجیبه، اون نام خدا رو میشنوه از همه چی میگذره، تو خدا رو له میکنی پول گیر بیه. یک امتحان دیگم ابراهیم داد. شب 8 ذوالحجه مثل پریشب ابراهیم خواب رفته، خواب دیده که خدا بهش دستور داده اسماعیل تو باید بیاری منا بکش. یک پسر خوشگل قشنگ زیبای مورد علاقه خوب دینی عالی. از خواب بیدار شد، گفت این خواب شیطانی، خواب رحمانی نیست. مثل دیشب شب عرفه خواب رفت، باز همین خوابو دید. باز مثل امشب خواب رفتی خوابو دید. برش یقین شد که این از رؤیای صادق است نه کاذبه. فردا صبح به هاجر گفت هاجر خانم. گفت بله. گفت گیسوهای اسماعیلمو شانه بزن، مشک و عنبر بهش بزن، لباسای فاخرشم تنش بکن. گفت برای چی؟ گفت میخوایم بریم به مهمانی دوست. زلفاشو شانه کرد، گیسوانشو شانه کرد، مشک و عنبر بهش زد، لباسای فاخرشم تنش کرد. از در خونه آمدن بیرون. گفت آیا هاجر یه کار دو ریسمونی هم به من بده. گفت برای چی؟ گفت خواستیم یه چیزی ذبح کنیم بکشیم وسیله‌اش داشته باشیم. گرفت اومد تو راه که داشت میومد شیطون گفت حالا وقت کار کردن. چیکار کرد؟ به شکل یه زن شدی، یتشکل به اشکال مختلف حتی الکلب و الخنزیر. شیطان به هر صورتی در میاد، حتی شکل سگ و خوک. آقا یه وقت خود شیطان به صورت یه دختر خوشگل میشه، میاد در مغازه طنازی میکنه، تحریک شهوتت میکنه، ولت میکنه. خودش پناه ببرید به خدا. بله الله. شیطان به صورت یه زنی شد. فرقش با ملک اینه در این جهت امام میگه ملک یتشکل به اشکال مختلفه الا الکلب و الخنزیر. به صورت یه زنی شد، اومد تو خونه. با هاجر گفت هاجر فهمیدی ابراهیم اسماعیل تو کجا آورد؟ گفت یه دوستی داشت مثل که رفتن به مهمونی پیشش. گفت نه یه خواب دیده، خدا بهش فرمان داده پسر جوون تو ببره بکشه، اینم برد بکشه. گفت چی؟ گفت خدا فرمان داده ابراهیم پسر تو ببره بکشه، برد بکشنش. گفت راست میگی؟ خدا دستور داده؟ گفت آره. گفت پس کاش که هاجر 1000 تا اسماعیل داد. که ابراهیم دید به 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 عجب مادری، ازم پا حساب خدا هیچی رو پا حساب نمیاره. پسر کیه؟ دید اینجا که نشد، گفت بریم پسره رو گولش میزنیم، ورقو برگردون. آقا به شکل یه جوونی شد. ابراهیم جلو، اسماعیل دنبال سرش. یه وقت شیطان به صورت یه جوانی شد پشت سر اسماعیل، یواش یواش اسماعیل اسماعیل اسماعیل. اون وقتا آی جوونا پسرا ادبشون بیش از من بود، شما رو نمیگم، ادبشون بیش از من بود. دنبال باباها را می افتادن، بی ادب نبودن باباها رو ندیده بگیرن. ادب خوب چیزی، صرف نظر از جنبه ابوت و بنوت ها، اصلا این جهت کنار، به پیرمردا و بزرگسالاتون احترام کنید. پیغمبر میگه وقروا کبارکم، بزرگسالاتون رو احترام کنید، بی ادب نباش. اسماعیل دنبال سر بابا. یه وقت این شیطان صدا داد اسماعیل اسماعیل اسماعیل. گفت بله. گفت میدونی بابات کجات میبره؟ گفت یه دوستی داره میریم مهمانی. گفت یه خوابی دیده، اینجا میگم لحنشو عوض کرد، خیال میکنه این خوابش خواب رحمانی و الهیه، با اینکه این خواب شیطانیه. بله شیطان اغواش کرده، گولش زده، میخواد تو رو ببره بکشه. گفت راست میگی؟ گفت آره. یه وقت صدا داد بابا. گفت بله. گفت این جوان چی میگه؟ گفت چی میگه؟ گفت میگه یه خوابی که تو دیدی خواب شیطانیه نه رحمانی، میخوای سر منو جدا کنی. یک وقت ابراهیم صدا داد پسر جان اسماعیل یه سنگ بردار بزن گم شئی، خود شیطانه. همون جاییه که حاجیا میرن در منا رمی جمره میکنه، جمره عقبه و وسطا و اولا.
یه وقت گفت پسر جان من خوابم خواب رحمانیه، خدا به من دستور داده تو رو بکشم، تو چی میگی؟ قرآن میگه. این پسر گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا جان هر جور دستور داری عمل، من مطیع. بعضی نقل کردن اسماعیل گفت بابا 3 وصیت دارم، گوش میکن. امر خدا دیده میشه. گفت چی؟ گفت اول وصیتم اینه دست و پای منو با این ریسمان محکم بزن. چرا؟ وقتی سرمو بریدی من میخوام جون بدم، زیاد پر و بال نزنم، یه وقت تو یه چیزی بگی خدا رو خوش نیا. پسرتم اولادتم. وصیت دومم اینه یه پارچه ای رو صورتم بکش، وقتی یه کارد میخوایی به گلوم بگذاری نگاه به قیافم نیفته، حیفت بیاد کارد رو دیرتر بکشی، امر خدا دیر اجرا بشه. وصیت سومم اینه بابا وقتی رفتی خانه دیگه با مادرم هاجر مدارا کن. این مادر اولی نیست، این داغ جوون دیده ها، یه کاسه دلش شکسته ها. دست و پای اسماعیل و بس یه پارچم رو صورتش انداخت، کاردو گذاشت به گلو بچه، هی میکشه نمیبره. یه سنگی در اونجا بود، کارده رو زد بر اون سنگ و پرون یه تکشو. گفت کارد میخوام گلو بچه‌مو ببری، نمیبری، سنگو برام دوتو میکنی. به قدرت حق به سخن آمد الخلیل یأمرنی والجلیل ینهونی. آی ابراهیم تو میگی ببر اما خدا نمیذاره، میگه نبر گلوی اسماعیلو. فوراً جبرائیل اومد یه گوسفند از بهشت آورد، گفت ابراهیم امتحان تو دادی، بچه تو زیر پات خوابوندی، کاردم به گلوش کشیدی، ما نگذاشتیم کارد ببره، امتحان دادی خوشگل. آره بیا یه گوسفند و عوض اسماعیل سر از بدن جدا کنی که قرآن میگه و فدیناهو به ذبح عظیم، که حالا سال 1,000,000 حاجی ها میرن گوسفند میکشن اونجا. منا قوقا به افق حجاز امروز عید قربان بوده اونجا، اما به افق ما فردا عید قربانه که حاجی ها گوسفند میکشن، تو خونه ها میدن فقرا. خیلی دست و پای بچه‌شو وا کرد. بابا از جلو و اسماعیل دنبال سرش اومدن خونه. آقا همین که نزدیک خانه رسید ابراهیم یه وقت هاجر اومد جلو، گفت ابراهیم پسرم کو؟ گفت داره میاد. گفت اسماعیلو میگم. گفت میگم داره میاد. مادره میگم. آمد جلو نگاه کردید اسماعیل دست انداخت گردن پسرش، هی ماجیه. یه نگاه کرد زیر گلوی اسماعیل دیدی خط قرمزیه. گفت ابراهیمی چیه؟ گفت خواستم سرشو ببرم خدا نگذاشت. جریان آقا چون یه خط قرمزی جای کارد زیر گلو بچه‌ش دیدا، نوشتن هاجر 3 روز تب کرد و از دنیا رفت. ای قربون هاجر کربلا لیلا، ای قربون اسماعیل ذبیح کربلا، قربان خلیل کربلایم، ای حسین جو. عجب شبی، عجب مجلسی، ماشاءالله، این همه جمعیت، جانی دیگه. شب عید قربان و عجب جایی بردمتون امشب اگه حواساتون جمع بشه. آی امام حسین ایستادن، صحابه همه کشته شدن، فقط جوانای هاشمی مونده. یه وقت شازده پسر اومد جلو صدا زد بابا اجازه میدی برم میدون، جانم قربانت گم. اول شهید از دودمان آل هاشم کربلا این پسرم، هر که می اومد اجازه بخواد یه خورده معطلش میکرد، اما تا به سرش گفت بابا برم، صدا زد علی برو بابا، چون برای خدا اول پسرم بره، چون عقیده به کارم دارم، اول میوه دلم بره. ای روانه میدون شاید جوانهای بنی هاشمی میگن همین که ای آزاده رفت، یه وقت دیدیم حسین از میان ما بیرون اومد.
آیه نگاه به قد و بالای بزیر، ای پیرمرد محاسن جروی دست بلند، اللهم اشهد علی هؤلاء الغایب لا اله الا الله. آی سرو بالایی، سرو بالایی به صحرا می رود، قامتش بین تا چه زیبا می رود، می رود بر راه در اجزای خاک، مرده می گوید مسیحا می رود، علی رفت در میدان، این شیر بیشه شجاعت، جوان آی شمشیر به دست، 120 نفر را رو خاک انداخت. الله، مگه اونا دستاشو زنجیر بسته بودن که علی بره اونا رو بکشه؟ بابا اونا شمشیر داشتن. این چقدر شجاعه، 120 تا رو به خاک ریخته، یه ضربت نخورد. برگشت اومد درم قیمه های وقت صدا زد بابا تشنگی منو کش بابا، الله تشقد قتلنی و سقل الحدید اجهدنی. شب عید نمیخوام روزه بخونم، اما حرف اینجا اومده رد نمیشم، خوب جایی. امشب میخوام در خونه آزاده ببرمتون، واسطش کنم در خونه خدا برای هممون عیدی بگیره امشب. خیلی آبرو داره این پسر در خونه خدا. ارباب مقاتل نوشتن امام حسین سرود بنیه هات لسانک، پسرم زبون تو بیار جلو. اینو همه نوشت. اما از اینجا به بعد یکی از ارباب مقاتل نوشته امام حسین انگشتر عقیق شدن آورد گذاشت رو زبون علی، گفت بابا به تشنگیت کم میشه. مرحوم محتشم کاشانی هم اینو به شعر در آورده، میگه بودن دیو و دد همه سیراب و میمکی، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. یکی از ارباب مقاتل نوشته امام حسین زبون بچه جو طلبید تو دهنش، خواست بگه بابا ببین من از دو تجنه دارم. اینم یک. اما یه خوشذوق دیگه، یه استنباط عالی کرده، چقدر زیبا. یکی از نویسنده ها نوشته به عقیده من هدف آقا امام حسین هیچ کدوم از اینا نبوده، بعد چی بوده هدف امام حسین؟ باریکالله. میگه عقیده من اینه وقتی خدا با آدم یه بچه پسر میده، بابا هی بچه‌شو بغل میکنه، ماجش میکنه. پسر وقتی 2-3 ساله میشه، بابا کمتر میبوزدش. پسر وقتی 4-5 ساله میشه، بابا کمتر میبوزدش. پسر وقتی 7-8 ساله میشه، پدر کمتر ماجش میکنه. پسر وقتی 10-12 ساله میشه، بابا کمتر میبوزدش. پسر وقتی یه جوون رشیدی میشه، بابا خیلی هم دوستش داره اما روش نمیشه به سرشو بغل کنه، ماجش کنه. این مرد نوشته میگه من خیال میکنم حسین عقب بهانه میگشت، میخواست لبای پسرشو ببوزه. پسرشو گرفت دو بغلش، آی میوه دلم بذارم علی اکبر. بابا گه دلم پیش تو گه پیش اوست، رو که در یک دل نمیگن جد و دوست. علی رفت در
به میدان. عقیلة العرب زینب میگه مرتبه دوم که علی رفت گاهی حسین تو خیمه میومد، ای پیر مردا ای جوون داره، گاهی حسین بیرون میرفت میفرمود لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یه دفعه دیدم حال حسین منقلب، دویدم جلو برادرم چه خبر شد؟ زد زینبم علی را کشته. آیا همه بگی حسین صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة. یه بچه فلج آوردن تا منبر از یکی از محترمین، از من خواستن از شما بخوام دعا کنم. دلم میخواد همه برای شفای جمعی مردم هستن این بچه 5 مرتبه این آیه شریفه رو همه بلند بخونید. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. اللهم صل على محمد وآل محمد بحق الحسين وإترة المظلومين يا الله. پروردگار ما را بیامرز، والدین ما را بیامرز، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما را کفایت کنید. ما چند تا دعا میکنیم این خواهرها و مادرها میخوان برن تشریف ببرن که وقت خروج از مجلس اینجور زن و مرد با هم نرید بیرون. خدا همتون رو یاری کنه. برادرای چند دقیقه نشستید تا من دعا میکنم این خواهرها زودتر تشریف ببرن و آبروی امام زمان آبروی ما را حفظ کن. آبروی امام زمان ما رو خار نکن، ما رو ذلیل نکن، مرض طولانی به ما نده، ما را محتاج مردم نکن، ما را محتاج بچه هامون نکن. و آبروی امام زمان از راه حلال روزی ما رو زیاد کن. و آبروی امام زمان یه دنیایی به ما بده که آخرت گرفتارش نباشی. و آبروی امام زمان ایمان و دین ما را حفظ کن. خدایا کمکمون کن درست امتحان بدیم. و آبروی امام زمان عواقب امور ما را ختم به خیر کن. و اجر الله.